ندانستیم قدری امتی را، ندانستیم قدری امتی را، نکردیم پیروی سنتی را. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. دریغ، هزارها دریغ که ما و شما امتی نوگی زبان هستیم. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. اگر ارواح پیغمبر خدا از ما و شما راضی نباشد، ما و شما چگونه با پیغمبر ملاقات میکنیم در روز قیامت؟ نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. قطار امتان خواند چه خوب است، قطار امتان خواند چه خوب است، وگرنه مشکلی اهل ذنوب است. اگر در حشر گرداند ز تو روی، ندارد سود آنجا صد کنی موی. اگر در روز قیامت از تو روی بگرداند، بگد رو بدبخت، نام تو امت بود، تو امت نبودی، تو نوگی زبانی امت بودی. ندارد سود آنجا صد کنی موی. اگر موهای سر تحمشکی بکنی دیگر برای تو فایده ندارد. وقتی که از زبان پیغمبری خدا بر تو صدا شود که تو امتی من نیستی، تو بنام امتی من بودی. زی صدق دل به احمد پیروی کن. حضرت مولوی میگوید زی صدق دل به احمد پیروی کن، مشو نوگی زبانی امتی کن. اگر امت میشوی، اگر مسلمان میشوی، صدقاً مسلمان شو، زیرا خدای تو میگوید و من کفر فإن الله غنی حمید. ای بندگان من، ای مخلوقان من، اگر همگی همین 6.5 میلیارد آدمی که در روی دنیا هستین همه کافر کشین، من باکی ندارم، من بای هستم. من همه شما را سرنگون در دوزخم جا میکنم اگر همه که کافر شین. برای خداوند کافر شدن شما، مسلمان شدن شما هیچ باکی نداره. شما هر چی میکنین برای جان خودتان میکنین. امروز هر عادت دارین، هر معرکه‌ای که در خانه دارین، طبق دستورات قرآن کنین. نامتان امت است، سزاوار امتی را شایسته باشید. همین نام امتی را در دیوان، در همون نامه اعمالتان خط نزنید.